سلام عزیزان، روزتون بخیر باشه بچه‌ها. با یه آموزش دیگه در خدمتتونم. سلام مجدد خدمت شما عزیزان. بچه‌ها در خدمتتونم با آموزش این تقویم رومیزی. بچه‌ها این اسفنج هنری طرح مورد نظرتون رو روش میکشید. 4.5 در 2 و 1.5 هم از بدن فاصله داشته باشه. بچه‌های اندازه گربه، اندازه این جای روز شمار و ماه شمار همه به سلیقه خودتونه. دوست دارید میتونین گودتر باشه، میتونین نباشه. خب اول میایم با یه چاقو تمام زوایای بزرگ رو از بین میبریم. زوایای بزرگ رو که از بین بردیم، بعد میایم زوایای کوچکتر رو با کاتر یا با چاقو یا هر چی که شما راحت تر بودید. ببینید این زوایای کوچکتر هست، اینا هم از بین میبریم تا یه سطح صاف و گرد و چیزی که مورد نظرمون هست رو بهمون بده. بچه دقت کنید بچه، اینجا قسمت گوششه. ببینید من چه جوری در میارم. خیلی دقت کنید، خیلی با احتیاط کار کنید بچه. این اسفنج و به راحتی میشکنه، پس خیلی دقت داشته باشید و کار رو آروم و با حوصله انجام بدید. خب یک کم کار دشواریه، پس با حوصله و صبر این کار رو انجام بدید. قسمت داخلش رو ببینید گود میکنم تا یه حالت سه‌بعدی به من بده. بعد از اینکه حالا زوایای کوچکتر هم از بین بردیم، میرسه به سوهان کشی، سنباده کشی. بچه‌ها این قسمت سنباده کشیه. ببینید با یه دونه همون از اسفنج ها میکشیم و تمام زوایای ریز و درشت رو از بین میبریم و یه سطح خیلی صاف به ما میده. بین گوش ها رو هم ببینید. خیلی دقت داشته باشید بچه ها، خیلی دقت کنید، به آرومی این کارا رو بکنید وگرنه اسفنج میگم خیلی شکننده است و میشکنه. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، با یه دستمال مرطوب یکم تمیزش میکنیم. این گردا رو میگیریم، دور و برمون هم تمیز میکنیم. نه بچه ها، اول تمیز میکنیم، قسمت داخلش هنوز در نیاوردم بچه ها. قسمت داخل رو هم گود میکنیم. ببینید قسمت داخلش رو هم گود میکنم بچه ها. ببینید نه، من اینجا رو خب چون میخواستم این روز شما رو بعد تاریخ رو کلا روز و ماه شمارها رو اضافی ها رو بذارم اون عقب. ببینید گود گرفتم. شما میتونید، چون میخواستم اینا گم و گور نشه اینجا منور بیفته، برای همین گود گرفتم. شما اگه نمیخواید گود بگیرید، حالا سختتونه بالاخره خمیر رو اینجا روکش کنید، کار رو روکش کنید سخته، این رو قطرش کم بگیرید. من به خاطر که اینها این ور اون ور نیفته و گم و گور نشه، ببینید اینا گود گرفتم. یه سریش میره اون تو و اون اصلی اینجا جلو قرار میگیره. خب این تو رو هم خالی میکنیم و سنباده کشیش میکنیم، مرتب و تمیزش میکنیم و میریم سراغ همون کاری که گفتم. با یه دستمال مرطوب اول، خیس نه مرطوب، تمیزش میکنیم. بعد یه مایعی هست که اینو میزنیم روی این اسفنج هنریمون. حالا این مایع چیه؟ آب و چسب چوب. آب و چسب چوب رو قاطی میکنیم و تمام سطح سازمون رو باهاش مخلوط میپوشونیم. بعد میذاریم که خشک بشه. بچه‌ها حالا اینا رو بعد بهتون میگم. این ماه‌های ساله که دیگه حالا 4 تاست. 4 تا 3 4 تا 12. 3 تا از این بزرگترها میخواین و 2 تا از این کوچولو برای روز شمار که حالا بعد بهتون میگم چه عددهایی بنویسید که همه رو داشته باشید. خب میرسیم به قسمت روکش. بچه اول قسمت ماه شمار رو روکش کنید. ببینید یه بار از این قسمت روکش میکنم.
یه بار از این قسمت، ببینید اینجا میره تو، میاد بیرون، روکش میکنم. یه بارم از این قسمت. بچه‌ها یه چیز خیلی مهم که میخوام بهتون بگم اینه که حتما این لبای وقتی این ته رو قشنگ فیکس میکنید، اول که چسب چوب بزنید، یادتون نره این وسیلتون رو هم حتما چرب کنید. این لبه ها رو ببینید، این لبه ها رو حتما بگیرید. لبای خمیر رو دیدید؟ حتما بگیریدش که اینجا نازک و هم سطح بشه. بچه ها ببینید هم سطح بشه، اینجوری قلمبه اینجوری نشه. اینو خیلی دقت کنید. خب بچه خیلی باید دقت کنید، با حوصله کار کنید، با عشق کار کنید تا یک کار سازه تمیز و بدون نقص داشته باشید. ما فیلم ها رو مجبوریم تند میکنیم که وقتتون کمتر گرفته بشه، ولی شما باید دقت کنید و کار رو تمیز و ظریف در بیارید. خب اینم دیگه یکی هم از این قسمت میندازم، خیلی کلوف نباشه که حالا این لبه ها رو بپوشونه، چون یه لایه خمیر دیگه میاد روی. پس فقط ما میخوایم این قسمت داخل پوشیده بشه. بچه ها ببینید داخلش خوب یک دست بشه. بچه ها این تزیین گربه هم با خودتونه. من مشتریم زیاد تزیین دوست نداشت، فقط تونستم گوش براش بذارم و چشم و بینی و 2 تا پنجه. میتونید دست اینجا براش بذارید، یه دم براش این بغل از این پشت بیارید بذارید اینجا، پاپیون نصب کنید اینجا. حالا هر کاری دیگه که به سلیقه خودتونه، خوش سلیقه میدونم، میتونید انجام بدید. ولی من مشتریم متاسفانه این مدل ساده خواست. خب بچه ها خیلی تاکید دارم میکنم این لبه ها رو حتما بگیرید. خب بعد از اینکه این کار رو کردیم، میایم خمیر سفیدتون رو پهن میکنیم. قطرش خیلی کم نباشه، خیلی زیاد هم نباشه. میندازید روش. ببینید هر سمتی که میبینید بیشتر دستتونه. خب میایید اول قسمت روز شما رو ببینید گود میکنید. ببینید چی کار میکنم؟ گود میکنید، فیکس میکنید و 100% پاره میشه. اشکال نداره، هیچ ایرادی نداره. شما باید اینو بعد فید کنید به این قسمت ها. ببینید با اینجا رو خوب فید کنید. فیدش میکنید و تمیز کارتون رو روکش میکنید. بعد قسمت های دیگه رو هم با دست یواش یواش خمیرتون رو میکشید. ببینید با وردنه و کار رو به پشت میبرید. گوش ها رو هم بچه ها ببینید خوب گوش ها رو اینجوری بکنید تا ته، تا این حالت سه‌بعدیه رو به شما بده. ببینید چه حالت قشنگ سه‌بعدی بهتون میده. میبرید پشت و پشت رو هم یه لایه کوچولو براش روکش میکنید. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادید دیگه تزیینات روش انجام میدید. میذارید البته خشک شه و نیمه خشک تزیینات روش انجام میدید و گفتم من فقط اجازه داشتم اینا رو بزنم و بچه ها ببینید اینجا یک کم حباب افتاده بود، من با وردنه کشیدم و کامل اینا رو صاف کردم برای که وقت گرفته نشه و شما وقتتون گرفته نشه دیگه. ببینید اینجا رو بچه ها، اینجا هی انگشتم رو خیس کردم، اینجا ها رو تمیز زدم که همچین حالتی به وجود بیاد. خب بعد از اینکه این کار رو تموم شد میرسیم به این روز شمارها. بچه ها ببینید حالت درست کردنش رو که توی فیلم میبینید. اینجا رو هم دقت کنید. گفتم که 2 تا 3 تا ماه شمار درست کردم. ببینید 3 تا بزرگه. اندازه میزنید بچه ها، درست کنید، اندازه بزنید این داخل، بعد کوچیکارم کنارش بزنید. 3 تا ماه شمار گذاشتم و 2 تا روز شمار. روز شمارها هم اعداد 1 2 3 4 5 6 روی یه دونه از اینا و اعداد 7 8 9 1 2 و 0 روی یکی دیگه. اینا رو بعد خودتون میتونید متوجه میشید که چه جوری باید استفاده کنید. این هم از این دیگه.
امیدوارم که بذارید خوش شه و اسپری بزنید و استفاده کنید. انشالله که درست کنید و دوستش داشته باشید. اینم آمادش. دوستتون دارم.